تا حالا شده مجبور بشی برای نجات جون پدرت تنت رو به شیطانی بفروشی که ادای فرشته ها رو در میاره؟ میرا فقط میخواست پدرش رو نجات بده، اما گیر مردی افتاد که قدم به قدم پاکی و زندگیش رو گرفت. اما صبر کنین، چون وقتی یه دختر ساده چیزی برای از دست دادن نداشته باشه، تبدیل به خطرناکترین زن دنیا میشه. انتقام آخر این ویدیو حسابی جیگرتو حال میاره. داستان ما با میرا شروع میشه. یه دختر سخت کوش و زیبا که توی روستای ساحلی زندگی میکنه. میرا و دوست پسرش ایسکو دارن صدف جمع میکنن. ایسکو که حسابی عاشق میراست، وسط کار شیطنتش گل میکنه و میخواد بهش نزدیک شه. اما میرا خط قرمزش مشخصه. نه ایسکو، تا شب عروسی صبر کن. ایسکو هم که پسر خوبیه قبول میکنه، ولی خب جوونیه و هزار تا آتیش. میرا عجله داره چون باید برگرده خونه و به کارای پدر مریضش برسه. اما تو راه برگشت میبینن مردم ریختن بیرون و دارن اعتراض میکنن. خبر اومده که دولت میخواد تمام مزارع صدف رو خراب کنه. این یعنی مرگ تدریجی برای مردمی که نون شبشون از همین صدفاست. میرا و ایسکو که میدونن این یعنی بدبختی خودشون، سریع قاطی جمعیت میشن تا اعتراض کنن. بدبختی وقتی تکمیل میشه که وسط اون شلوغی به میرا خبر میدن پدرش دوباره سکته کرده. حالا میرا مونده و یه کوه مسئولیت. هم باید خرج خونه رو بده، هم پول دوا و دکتر پدرش رو جور کنه. تنها امیدش همین مزرعه صدف بود که اونم الان حکم تخریبش اومده. ایسکو قول میده کمکش کنه، اما میرا دختری نیست که بشینه و گریه کنه. فردا صبح کل سحر میره اداره دولتی تا یقه مسئول پروژه رو بگیره. اونجا اول با آنا دستیار رئیس آشنا میشه و بعد شانسی خود کاپتان یا همون رئیس پروژه رو میبینه. کاپتان برخلاف قیافش خیلی مهربون برخورد میکنه. میرا گریه میکنه و از بدبختیاش میگه. کاپتانم با دقت گوش میده و ژست قهرمانا رو میگیره و میگه قصه نخور دخترم، من جلوشو میگیرم. اصلا بیا همینجا پیش خودم کار کن تا پول در بیاری. میرا که ساده است فکر میکنه خدا این مردو فرستاده. با خوشحالی میره خونه و به ایسکو میگه زندگیمون نجات پیدا کرد. اون شب میرا از شدت خوشحالی یکم گاردشو پایین میاره و اجازه میده ایسکو بیشتر بهش نزدیک شه، ولی هنوزم اون مرحله آخر قفله. صبح روز بعد ایسکو با موتور میرا رو میرسونه سر کار. روزای اول کار همه چی عادیه، اما دوربین به ما نشون میده که کاپیتان چطور با نگاه‌های کثیفش میرا رو دید میزنه. اون اصلاً دنبال کارمند نبوده، دنبال تومه بوده. فشار روی میرا هر روز بیشتر میشه. حال پدرش وخیم‌تر شده و پول داروهاش تموم شده. میرا عملاً گوشه رینگ گیر افتاده و منتظر یه معجزه است. شب تولد کاپیتان میرسه. توی جشن یه نفر نوشیدنی میریزه رو لباس میرا. کاپیتان سریع میگه برو تو اتاقم لباستو عوض کن. میرا میره تو، هنوز دکمه هاشو نبسته که کاپیتان مثل عجل معلق میاد داخل، در رو هم میبنده. میرا هول میشه، سعی میکنه بحث رو ببره سمت کار. آقا چی شد؟ تخریب لغو شد؟ کاپیتان یه لیوان مشروب میده دستش و میگه ول کن کارو، امشب تولدمه، بخور خوش داشیم. میرا مقاومت میکنه، ولی کاپیتان اونقدر اصرار میکنه که میرا مجبور میشه بخوره و کم کم گیج میشه. اینجاست که کاپیتان نیت کثیفش رو میکنه. ببین دختر جون، اگه میخوای کار تخریب زودتر لغو شه، باید منو راضی کنی. میرا تو اون حال مستی یاد پدر مریضش و مردم بدبخت روستا میفته. فکر میکنه این یه فداکاری بزرگه، پس تسلیم میشه و کاپیتان همونجا روی میز کارش بزرگترین دارایی میرا رو ازش میگیره. بیرون اتاق گوشی میرا زنگ میخوره. ایسکو نگران شده، ولی کسی نیست جواب بده. صبح روز بعد ایسکو عصبانیه. داد میزنه که چرا جواب ندادی؟
میرا که نمیتونه حقیقت رو بگه یه بهونه الکی میاره که خوابم برد یا نشنیدم. اما وقتی میرن ساحل میبینن تابلوهای تخریب کنده شده. میرا چشماش برق میزنه. فکر میکنه فداکاریش جواب داده. فرداش دوباره میره دفتر. کاپیتان وقیح‌تر شده. در رو قفل میکنه و دوباره بله، میرا دیگه حتی مقاومت هم نمیکنه، چون فکر میکنه این بخشی از معامله است. اما وقتی کار کاپیتان تموم میشه، یهو داد میزنه گم شو بیرون، فکر نکن خبریه، لغو تخریب خیلی طول میکشه. میرا یخ میکنه. مگه تابلوها رو نکنده بودن؟ پس این بازی مسخره چیه؟ از اون طرف ایسکو دیگه تحمل نمیکنه. تغییر رفتار میرا، لباسای نو، دیر اومدنا، همه چی مشکوکه. تو با کسی هستی؟ میرا قسم میخوره که نه، اما ایسکو یه لکه روی لباس میرا میبینه که سند خیانته. دنیا رو سر پسر عاشق خراب میشه. دختری که به اون میگفت نه تا پاکیش رو حفظ کنه، حالا تنش رو به یه غریبه داده؟ ایسکو با نفرت تف میندازه زمین و میرا رو ول میکنه. میرا تنها و شکسته برمیگرده خونه و میبینه بولدوزرها برگشتن. کاپیتان همش دروغ گفته بود. اون فقط داشت بازیش میداده تو به خواستش برسه. با خشم میره دفتر کاپیتان. تو دروغ گفتی، قول داده بودی. کاپیتان میخنده. خب که چی؟ حالا هم اخراجی. دیگه ریختتو نبینم. میرا رو مثل آشغال پرت میکنن بیرون. همه چی از دست رفت. عشقش، آبروش، کارش. ولی بدتر از همه چند روز بعد میفهمه که بارداره. اونم از کی؟ از همون هیولایی که زندگیشو سوزوند. میره پیش کاپتان، میگه من حاملم. کاپتان پوزخند میزنه. بچه من؟ برو بابا، میخوای بندازی گردن من؟ و پرتش میکنه بیرون. اما مخفیانه به آدم کشاش میگه شر این دختره و اون بابای چلاقشو کم کنی. میرا که بگه هیچ راهی نداره، با التماس میره سراغ ایسکو. غلط کردم، منو ببخش، هرچی بخوای بهت میدم. ایسکو اولش داد و بیداد میکنه، ولی عشق کورش کرده. دلش میسوزه. توی قایق برای اولین بار با هم میخوابن. انگار میخوان تلخی دنیا رو با هم بشورن ببرن. اما صبح که میرا بیدار میشه، ایسکو نیست، رفته برای همیشه و میرا مونده تک و تنها وسط دریا. وقتی برمیگرده خونه، میبینه در خونه بازه و با جسد تیکه پاره شده ی پدرش روبرو میشه. آدم کشها کارشونو کردن. اینجا دیگه میرای معصوم میمیره. الان فقط یه زن باقی مونده که هیچی برای از دست دادن نداره جز یه حس انتقام وحشتناک. میره سراغ آنا، دستیار رئیس. آنا که انگار خودشم منتظر این لحظه بود، پناهش میده. 2 زن زخم خورده با هم نقشه مرگ کاپیتان رو میکشن. چند روز بعد آنا با یه ظرف سوپ صدف داغ و خوشبو وارد دفتر کاپیتان میشه. قربان، اینم غذای مورد علاقتون. کاپیتان شکمو هم بدون اینکه فکر کنه شروع میکنه به خوردن. هنوز قاشق آخر رو قورت نداده که رنگش کبود میشه. زهر داره کار میکنه. میرا میاد تو. آروم و سرد بالای سرش وای میسته. کاپیتان داره جون میده و التماس میکنه. ولی میرا فقط نگاه میکنه. این تقاص همه اون دخترها و پدرم بود. فیلم با این صحنه تموم میشه که آنا شده رئیس جدید و میرا دستیارشه. ظلم رفت ولی زخمش همیشه روی روح میرا میمونه. خب رفقا، دیدین چطور یه زن وقتی به سیم آخر بزنه میتونه خطرناکترین موجود دنیا بشه؟ میرا برای نجات پدرش تن به بدترین کار داد و آخرش هم انتقامشو گرفت. ولی این تنها زنی نیست که تصمیمات عجیب و غریب میگیره. توی فیلم Good Luck to You لیو گراند یه خانم معلم 55 ساله رو داریم که برعکس میرا کاملاً با اراده خودش میره سراغ یه رابطه ممنوعه با یه پسر جوون، ولی دلیل اونم تنهایی و فرار از واقعیته. اگه میخواین ببینین اون داستان چقدر متفاوت و البته جنجالیه، پیشنهاد میکنم همین الان روی ویدیوی سمت چپ کلیک کنین. قول میدم اونم شوکتون میکنه.